یک باعث شکر هست که امروز زن ما و شما، خواهر ما و شما، اپای ما و شما رویمالش به گفت این زنی که به زندگی خود منش بسته است همچنان میبندد. این افتخار است. خدا در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای محمد صلی الله علیه و سلم فراموش نکن که تو بنده من هستی. من بر تو امر میکنم که اولا بر دخترهای خودت، بعدا بر زنهای خودت. وقتی که دخترها و زنهای خودت که رعایت کردن، بعدا بر زنهای امتت خبر بده. چی خبر بده؟ یدنین علیهن من جلبیبهن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. бар занҳои умматат хабар биде ки болои саршон рӯймол партоянд و رویمالها را چنان بندند که پیشهای بر و پسهای گردن اونها نتابد، بندهای دست اونها، بندهای پای اونها نتابد، تا که اونها در نزد من نجات میابند، تا که اونها شناخته شوند که اینها زنهای مسلمان هستند، تا که به اینها مردهای بی توفیق سخن بیهوده گفته نتانند. امروز بین این معجزه خداوندی است که وقتی زنی که ساتر داشته باشد هیچ مرد فاسق به جانب او گپ پرتافته نمیتواند. لیکن هر چی که میشود از همون زنهایی که سر لوچند، گردنی لوچ هستند، پای لوچ هستند، همه بی تمیزی ها از جانب اونها هست. از این خاطر در این سخنها باید این خواهر ما و شما ملامت نشوند. اولین زنی که در اسلام قتل شد از پشت اسلام این مادر عماره بود، زن یاسیر. این مادر ما و شما امیه بود، برای اسلام ابو جهل به قتل رسانی داشت. وقتی گفتش از اسلام بگرد، از اسلام نگشت. چکار کرد؟ رسول اکرم به پیشش میگذشت، قوتی نداشت. میگفت مادر، میگفت صبر کن، ان الله مع الصابرین، خدا همراه صابران است، صبر کن، خدا تو را مکافات جزیل میده. این مادر صبر کرد. روز میگد ابو جهل آمد نزدش، آمد و گفتش، سمیه گفت از ایمان محمدی بر بگرد. سمیه باشد نه، گفت من بر نمیگردم. من اون خدایی را که بر او عاشق شدم و این پیغمبری که بر او عاشق شدم، این عاشقی را تا جنت میبرم، من در دنیا ترک نمیکنم. ابو جهل میگد چند دشنامهای قبیح هم داد و نیزه را برداشت و در شرمگاه همین سمیه زد و سمیه از دنیا گذشت. اولین شهیدی که در اسلام شده است آن از زن شدگی هست. از این خاطر هیچ زن ملامت امروز پیدا می شود، زنهای پیدا می شوند که میگویند که جمعه کجا میره، جمعه برای شما شرط نیست، حالا که هزارها نامعقول کرده است، او عالم است، او داملا است، او کسی نباشد. امروز شما را ملامت میکنم برای سترتان، لیکن شما ملامت نشین، شما در نزد خدا مکافات میگیرین. شما هم جواب قبیح نسبت اونها جواب بگین. خدا رحمت کنه، مولوی را میگوید با ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. با ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این کلب ها دارند او او. خدا رحمت کند مولوی را. این کلب ها گفته سگا را میگن. همون زنهایی که شما را ملامت میکنن، همون مردهایی که شما را ملامت میکنن، به خدا قسم از سگ دم پستر هستند. سگ هم در نزد خدا قدر دارد، اون از سگ دیده پستر است. شما به ملامتی و ملامت هم نشین، غمگین هم نشین. این راهی که شما گرفتین راهی راست است، راهی درست است، راهی جنت است.
السلام علیکم حاجی داملا. خداوند به شما و اولاد شما بی‌دردی را نصیب کند. من یک مخلص شمایم. باور کنید حتی در نماز شب در حق شما دعا میکنم. سوال من این است: تلویزیون نگاه کردن یا تلویزیون گفته ایستاده است ما نماز میخونیم، این چی میشود؟ یعنی در حالت تلویزیون تماشا کردن آیا جایز است؟ یا در حالت تلویزیون میگوید ما و شما نماز خونده ایستاده ایم، نماز ما چی میشود؟ این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. صدق الله العظیم. خدا به شما میگوید به درستی این که گوشهای شما، چشمهای شما، دلهای شما، اینها نعمتی هستند که ایران نه یگان پادشاهی بر شما داده است. اینها یک نعمتی هستند که هیچ طبیب برای شما راست نکرده است، بلکه این نعمت من بر شما دادم و از شما این نعمت‌هایی که دادم، این نعمت‌ها سوال کرده می‌شوند که در کدام راه تو این استفاده کردی. تلویزیون اگر ما اخبار نگاه کنیم باکی ندارد. اگر از تلویزیون ما و شما اگر یگان پند موعظه باشد نگاه کنیم باکی ندارد. یا امروز کسیته هایی که از امر معروفا ثبت شده ایستاده است برده در تلویزیون تماشا کنیم باکی ندارد. لکن پناه به سوی خدا از آن رقص بازی که شما نگاه میکنید، پناه به سوی خدا از آن صورتهای پورنوگرافی که در تلویزیون ما و شما، زنهای لوچ، مردهای لوچ یک جا هستند، ما و شما به سوی او نگاه میکنیم. رسول اکرم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. چشمها هم زنا میکنند و زنای چشم چی است؟ نظر کردن به سوی حرام کرده های خدا. شما وقتی که اگر بر تلویزیونی که نگاه میکنید در او رقص بازی است، یا در او مثال بگیم بدنهای لوچ است، یا دیگر معرکه های فاسده که خدا بر اونها حرام کرده است، این چشمها را به سوی او روان میکنید. به خدا قسم حدیث پیغمبری خدا است در چشمهای شما و گوشهای شما سرب دوزخ ریخته میشود. شما این احتیاط کنید، هیچگاه نظر بر این نکنید. این هم یک داعی همون یهودیا هست که امروز ما و شما را تبلیغ با سوی همون حرام ها میکنه. از دجال دیده همین تلویزیون امروز بدتر است. خیلی با احتیاط باشید. همان چیزی را که اسلام برای شما رخصت داده است همون را نظر کنید، بر هر حرام کرده های خدا نگاه نکنید. در حالت تلویزیون اگر گفته ایستاده باشد شما اگر نماز میخونید در نماز شما کراهیت پیدا میشود، تلویزیون خاموش کرده شود بعد نماز خوانده شود. زبان آمده از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، به بهتان و باطل شنیدن نکوش. دو چشم از پی صنع باری نکوست، ز عیبی برادر فرو گیر نکوست. خدا رحمت کند سعید به ما و شما حضرت شیخ سعدی را که بر ما و شما خبر میدهد. چی میگوید؟ این زبانی که خدا در کام شما جا کرد این برای ذکر و سپاس او ذات است. این گوشهایی که برای شما داده است که امروز در اکثر ماشین های ما و شما صدای نغمه های ناجایز است که ما با این گوش ها گوش میکنیم. شیخ سعدی میگوید که این برای شما جایز نیست. نه یک شیخ سعدی بلکه خدای شما، پیغمبر شما را منع میکند از گوش کردن این. و این چشم هایی که خدا بر شما داده است اینا برای چی است؟ برای این بزرگی خدا را مشاهده کردن است. شما آسمان را نگاه کنید بی ستون، این ذاتی که خالق همه ما و شما است چگونه نگاه دارد. زیر دریا را نگاه کنید، اینها را شما مشاهده کنید. این چشم برای این است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مخلصان اشدی شما، ما از درگاه خدا سلامتی شما را میخواهیم و اگر حاجت باشد برای زنکان یگان جا برای نماز خواندن مهیا کنید
که هر روز برای همین سوال به ما میگویند که به داملا رسانید. الحمدلله امروز در همین پهلوی ما و شما اگر شرایط نیست، ما شرایط برای مردها نداریم، لیکن هزارها رحمت به این برادر وکیل و حاجیایی که در اطراف او هستند. امروز یک جای را همون پهلوی ما شدن مهیا کردند که یک چند نفری الحال نماز خوانده ایستادند. و امروز شرایط های اکی داملا خالمراد، اکی داملا حیدر باز بهتر است. مرحمت اگر نماز میخواندگی باشند اعلان کردن رسمی است، رفته در اونجا هم نماز خواندن بگیرن. السلام علیکم داملای عزیز. اولا خواهش دارم که خداوند توانا زبان شما را باز هم از این زیادتر برا بگرداند و چی مراد و مقصودی که داشته باشین خداوند حاصل بگرداند. یک سوالی دارم. در مسجد ما یک نماز ملایمون نبود، مرا مجبور کردن که تو نمازت را خوانده دی. من نمازشان خواندم و قوم به عذر خندیدند. آیا گناههای همونها در گردن من هستند یا نه؟ در آخر داملای عزیز خواهش دارم که دعا کنید که من خداوند گناه مرا ببخشد. یعنی اگر وقت کدامی از شما امام میشوین قوم میخندد نمیخندد، این بر ضرر امام نیست. قوم اگر چی نغمه ای که از پس امام کردن میگیرد، در نزد خداوند جوابگر قوم است نه امام است. پیغمبر خدا بر شما میگوید اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. خدا را چنان عبادت کن که همچنان که خدا در پیش تو است. فان لم تکن تراه فانه یراک. رسول اکرم گفت اگر چند خدا را تو نمیبینی لیکن خدا تو را میبیند. و آن خنده و آن نغمه هایی که از پس امام کدام قومی که میکند او را البته خدا نظارت کردیسه و در نزد خداوند البته گناهکار میشود. این با ملا امام هیچ تأثیری ندارد. خدا این برادر گناهایی که کرده است به حرمت این روز جمعه خدای با فضل کرم خود مغفرت بسازی. آمین و رب العالمین. سلام داملای شیرین سخن. اولا بسیار بخشش. دو سوال مرا بسیار دقت میدهد. شاید وسواس شیطان باشد یا جواب داشته باشد. گوید یکم خدا چی مقدار است؟ اندازه‌اش، درازیش، پهنیش. دویم سوالی که کرده است برادر، خدا جای مخصوص دارد؟ یعنی خانه اساسیش در کجا است؟ یعنی برادر سوال کردن که همین اندازه خدا چند قدر است؟ خدا چی مقدار است؟ پهنیش، درازیش، کلانیش. و دویم سوالی که کردن آیا خداوند خانه مخصوص دارد یا نه؟ یعنی این دو سوال میگد مرا خیلی دقت میداد و حتی شاید که وسواس یک روز میگد یک زنی بریتانیایی، بگیم زنی که از انگلیا هست، با همراهی شوهرش میگد به شهر یمن آمد. به شهر یمن آمد. در همین شهر یمن با یک داملای خیلی عالم کلان روپرو شد و از همین عالم همین سوال را کرد. همین زنی که همراه شوهر خود آمد همین سوال را کرد که ای عالم، ای دانشمند، من از تو یک سوال میکنم. اگر بر سوال من جواب بگویی هر آینه من بر دین شما ایمان میارم. گو هر سوالی که داری مرحمت. میگد این زنی که از بریتانیا آمده بود گفت همین خداوند طول اندازش چی مقدار است؟ این خدایی که شما در هر حالت مشکلاتی دست میبردارین از او ذات طلب میکنید چی مقدار است؟ این عالم گفت این مردی که در پهلوی تو هست کی است؟
گفت این شوهر من است. گفت شوهر تا دوست می‌داری؟ گفت بله شوهر ما دوست می‌دارم. گفت بر من خبر بده که چی مقدار دوستش می‌داری؟ اندازش بگو چند کیلومتر تو همین شوهر تا دوست می‌داری؟ کیلومترش بر من معین کن. چند سانتی متر چند کیلومتر همین شوهر تا دوست می‌داری؟ این زن میگه در حیرت ماند. گفت این از قیاس بیرون است. گفت از عقل بیرون است. محبت بر محبت شوهر ما چین کرده نمی شود. میگن این عالم گفت مادامی که محبت مخلوق خدا هست خودش، وقتی محبت تو گفت با عقل خود چین کرده نمیتانی، این ذاتی که خود میگوید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، اون ذات خودش میگه که مثل من نیست، مثل من نه در زمین نه در آسمان نیست. اونو چگونه من برای تو معین کنم که چه اندازه دارد؟ تو وقتی یک محبتی شوهر بر من چین کرده گفته نمیتانی. این زن وقتی میگه این سخن شنید در تعجب ماند، بلند گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، خدا یک و یگانه است، محمد بر حق است. در اصل یعنی یک مثال آوردن که همون زن یک تکان داد و آن زن چکار کرد؟ عقل او را بیدار کرد که آخه این خدای هست که این حد ندارد، اندازه ندارد. بلکه چی؟ این دویم سوالی که این برادر کرده است، خدا را مکانش در کجا است؟ عقیده اهل سنت این است که خدا مکان ندارد. بلکه این من بر 4 مثال شعری بر تو میگم که بابا افضل کاشانی میگوید ای صاحب این مسئله راهنما، ای صاحب این مسئله راهنما، میدان به یقین، میدان به یقین که لامکان است خدا. خواهی که تو را کشف شود این معنا. اول چی گفت حضرت؟ گفت خدا لامکان است، یعنی مکان ندارد. اگر بخواهی این که تو برای تو اثبات کنم که خدا لامکان است، خواهی که تو را کشف شود این معنا، جان در بدنت ببین کجا دارد جا. در همین بدن خود جان نگاه کن که در کجاست جان. تو جان مکانش نمیدانی. از این خاطر مادام جان که مکان ندارد، خدای تو هم مکان ندارد. در همه جا خدای تو موجود است. در بعض حدیث ها می آید که رسول الله را گفتن خدا در کجاست؟ رسول الله حواله کردن در دل بنده مؤمن است. در دل همه ما و شما مکان خدا هست. از این خاطر رسول الله چی گفتن؟ من حدم قلب المؤمن فقد حدم بیت الله. کسی که اگر دل یک بنده مؤمن آزار میدهد، همچنان است که خانه خدا را ویران کردگی است. از این خاطر خانه خدا در کجاست؟ در دل همه ما و شما است. السلام علیکم داملای عزیز، میبخشید یک جمعه در باره همسایه با همسایه چه حق دارد، همسایه بالای همسایه چه فضیلت دارد، ببخشید داملا خبر میداده. همسایه بالای همسایه، حدیث پیغمبر خدا که ما زال جبرائیل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثوه. این حدیث پیغمبر خدا هست که هرگاهی که جبرائیل نزد من می آمد، بر من چنان در حق همسایه گپ میزد که صحبت میکرد که گمان میبردم این که وقتی که اگر همسایه از دنیا بگذرد، همسایه هم حق بر است. یعنی اینقدر تأکید زیادی هست که حتی همسایه هم میراث بر است. گفته در گمان من میگذر. از چی؟ از تأکید بسیار جبرائیل که با همسایه رفتاری نیکو کن. البته امروز شاید که همسایه داری ها در بسیاری جا رعایت نشود، لکن حدیث دوام پیغمبر خدا را من بر شما نویساندم. چی میگوید؟ میگوید حضرت ابو هریره گفته است رسول اکرم میگوید لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو. پیغمبر میگه 3 بار گفتن ایمان ندارد، ایمان ندارد، ایمان ندارد. ابو هریره میگه گفتم رسول اکرم کی هست که ایمان ندارد؟ رسول الله چی گفتن؟ الذی لا یأمن جاره بوائقه. کسی که اگر همسایه او از او ایمن نباشد، ایمان ندارد او کس.
یعنی اگر همسایه‌ای که در پهلوی ما زندگی میکند، ما اگر با راحت نباشیم، یعنی دائم در تشویش باشیم، دائم در غم باشیم، بیرون از خاندان شویم، در خطر باشیم که شاید در خانه من یگان زیان یا ضرر میارد، اگر همچنان همسایه داشته باشیم، همون همسایه ایمانی بر خدا ندارد. همسایه باید در نبودن همسایه مثل خانه‌دار چکار کند؟ خانه همسایه را پاسبانی کند. در حق همسایه هر جایی که نشست سخن نیک بگوید. امروز از همسایه داری ما و شما باور کن شرم انسان می آید. وقتی می آید یک کس خبر می دهد که برای دختری من افسقال آمد لکن همسایه از راه گرداندش، گفتش کجا می رای؟ از دختری او را گرفتند، دختری مرا بگیر. بین آیا همین همسایه داری هست؟ برای یک پارچه زمین با یکدیگر سالها قهری میستیم. همه این در نتیجه چی هست؟ در نتیجه همسایه داریایی که ما و شما از خدا و از قرآن و از حدیث که دور هستیم، از این خاطر نمیدانیم حق همسایه چگونه است. ابوذر میگوید رسول اکرم چی گفتند؟ اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. میگه ابوذر به سوی من میگه پیغمبر گفت ای ابوذر، وقتی که در خاندان در دیگ شوربا را پرتافتی، فراموش نکن آبش را زیاد کن و از حال همسایه هم با خبر باش. آب شوربا را زیادتر کن تا که از همان شوربایی که خود استفاده میکنی همسایه را هم فراموش نکن. این نصیحت پیغمبر ما و شما هست. السلام علیکم داملای عزیز. میگویند که در آب پیشاب کردن اوبال است، ولیکن در شهر نجاست های خود را به آب پیش میکنند. این چی میشود؟ به ما میفهموندید؟ البته این ضرورت است. امروز این سکسی هایی که مردم ما و شما زندگی میکند، البته این از سبب بی‌شرایطی هست، و الا تمام همون مردمی که در همون سکسی ها زندگی میکنند هیچ کدام همون باور که زندگی داخل همون را اختیار کردگی نیستند. اونها را میخواهند که در همین زمین جای داشته باشند، زندگی کنند، لکن دست نارسا، شرایط ناخوب اونها را مجبور کرده است که در همون خانه ها زندگی کنند. از این خاطر اون پیشاب است چیزی نباشد. وقتی که در آبم که می رود، امروز ضرورت ایره البته جایز گرداندگی هست، یعنی باک ندارد. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا مراد. از شما خواهش می نمایم که این درخواست مرا اجرا نمایید. من در یکی از نمازهای جمعه از زبان شما یک غزل مولوی جنونی را شنیده بودم و تنها 2 مصرع اول آن در خاطرم هست که چنین است: تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. این غزل بر من خیلی پسند آمد و باز می خواهم این غزل را برای ما قرائت و تحلیل کرده دهید. با احترام مخلص شما. این از مولوی جنون نیست، این از مولوی رومی هست. میگوید جد تو آدم بهشتش جای بود. یعنی حواله به سوی بابای ما و شما، پدر ما و شما حضرت آدم میگوید جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر او سجود. وقتی که بابای تر میگد مولوی رومی داخل جنت کردن، تمام فرشته ها چیکار کردن؟ تا تمام فرشته ها سجده این حضرت آدم میکردن، در پیش پای این سجده میکردن. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنب برو بیرون خرام. وقتی این بابای ما و شما، این پدر ما و شما حضرت آدم، وقتی که یک گندمی را که خدا گفت بر اون نزدیک نشو نزدیک شد استفاده کرد، یعنی یک گندم وقتی که خورد، فرشته ها چی گفتند؟ گفتند ای آدم، گفتند ای فرزند آدم، جنت جای خطاکار نیست، جنت جای گناهگار نیست، مذنب برو بیرون خرام. تو مادامی که گناهگار شدی، این داخل جای ثوابکارها هست، بیرون شو از جنت. و خدا او را به سبب این یک گناه چیکار کرد؟ از جنت بیرونش کرد. در آخر حضرت مولوی رومی
بر همون انسان‌هایی که گناهگار هستند، یک عمر بی نماز و بی توفیق هستند، لکن چی میگن؟ میگن همین دل انسان مسلمان باشد، ما را دلمان تازه است. برای همین دل تازه ها چی میگن؟ تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. تو هزارها گناه میکنی امروز، هزارها غلط میکنی، هزارها خطا را البته تو صادر میکنی، باز بزم این میخواهی که جای آدمایی که ثوابکار هستند، جای آدمایی که در دنیا زحمت کشیدن، مهنت کردن، جای اونها را تو صاحب شوی. نه، صاحب نمیشه. جنت جای خطاکار نیست. برای جنت داخل شدن مهنت دنیایی لازم است. الدنیا مزرع الاخره، پیغمبر گفت این دنیایی که شما زندگی دارین این به منزله زمینی هست که در اینجا تخم پرتایین، تخم نیکی پرتایین تا که حاصل شد در جنت بردارین. کاری ثواب ماندگی باز امروز خواهر پای ما و شما را بین ملامت میکنند که تو سطر داری یا تو نماز جمعه میرای. یک زن 50 ساله به توفیق دیگر از زمین دهم کریان است، میگوید وقتی زن اگر نماز کی یا مسجد کی رفت دنیا ویران میشود. اون نمیداند که خود ویران است، نمیداند که خود بیچاره دوزخی هست. از آمدن زن بر مسجد چی میشود؟ نورانی میشود، آباد میشود. صدها سال شد این زنهای ما و شما بیچاره نشنیدن، سخن خدا را نشنیدن. از این خاطر مردها امروز هیچ قدری ندارند. مادرای ما و شما آمده نشینند، صحبتها را گوش کنند. شوهر چی قدر دارد، خسر چی قدر دارد، خوشدامن چی قدر دارد، زندگی باید چگونه باشد، عائله داری چگونه باشد، تربیه فرزند چگونه باشد. اینا را می آموزند. آیا همین غلط است؟ آیا از حساب آمدن زن چی جای جنایت است؟ هزارها نامعقول کرده است. همون عالم شم، همون عالمی که اگر همون عباره مختصر میگد میلش، لکن امروز جمعیت نظر کن، امروز شرایط نظر کنید. خواهر ما و شما همه جا می رود، مادر ما و شما همه جا می رود، تمام جایی که ناجایز است می رود. مسجد چی جای ناجایزی دارد؟ سلام علیکم حاجی بابا، اگر زن دست خود را لک مالد آیا جایز است؟ حتی در دست یک جوان بچه دیدم که ناخونش را دراز کرده است و او را لک کرده است. این چی معنا دارد؟ خواهش میکنم از شما. اگر در دست زنی که لک میمالند، همین لک های سرخی که هست، در مسئله از درالمختار میگوید که از جنابت پاک نمیشود. زنی که اگر در دستش لک میمالد، لک همین خیلی قابلیتی دارد که آب بر خودش ره نمیده. مادامی که آب که به خودش ره نداد، کل بدنش شستن در غسل جنابت فرض است. وقتی که اگر ناخونهایی که لک دارد، وقتی اونها که اگر آب نرسید، اون زن از غسل جنابت پاک نمی شود. از این خاطر در کدام دستی خواهر و اپا و زنی از شما اگر باشد، این البته شما رخصت نتین اونها را تازه کنند. و اون جوانی که البته امروز ناخونی خچه دراز میکند یا لک میکند، این شرمندگی است. اخواد جوان، مرد هستی، مرد، نام تو مرد است. تو را خداوند مرد خواندگی هست در قرآن و تو در دنیا هم دعوای مردی داری. نخواه ناخونی دراز یا لک در دست دمالی. امروز جوانای ما و شما شرم ناکرده در گردنها زیره میبندند. امروز شرم ناکرده چله ها در دست میبندند، حالا که این چی است؟ یا زینت زن هستند، آخه برای مرد نیست اینا. رسول اکرم برای همین جوانهایی که زیره دارند، لک میکنند، ناخون میکنند، چله میبندند، رسول اکرم حدیث مبارکش است که مسلم روایتش میکند: رأى رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتما من ذهب فی ید رجل فنزعه فترحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم میگه روزی با یک جوان سلام کرد، بناگاه دستش در چله همون جوان زد. در حال میگه چهره پیغمبر خدا متغیر شد، تغییر یافت و از دست همون جوان میگه چله را کشیدن، فنزعه فترحه، پرتافتنش. وقتی که رسول اکرم از پیش اون جوان رفت، جوانهایی که در اطراف این جوان جمع شده بودند گفتند:
خذ انتفع. رسول اکرم رفت گفت گیر از زمین بردارش، در جان خودت استفادهش کن. این جوان چی گفت؟ والله لا آخذوه ما طرح رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوست، این جوان گفت آن چیزی را که پیغمبر خدا از دست من دور کرده است من اون را دیگر باره نمیگیرم. ما نمیگیم که او را پرتاش، بلکه برده در خانه بگذارش. در یک روز وزنینی وقتی برای تو سوم لازم می شود، سومش کن، در جان تو، در فرزند، در خاندانت استفادهش کن، لکن برای دستی تو حرام است. رسول اکرم گفت آیا شما میخواهید که پارچه علاوه دوزخ در دست خود بگردانید؟ اشاره به سوی چله طلا کرد. این برای زن، زیره چله برای زن که اینم برای چی است؟ برای شوهرهاشون است، اجازت است، برای مردها جایز نیست. السلام علیکم حاجی الله میرزا. رحمت و درود خداوند در حق شما که ما بسیار مسئله آگاه میشویم. سوال من این است، در اصول دین میخوانم که تولا و تبرع چی معنا دارند؟ اصول دین هست. اصول دین برادر 8 قسم است. ما و شما میگوییم اگرچه اصول دین از ما نیست، از ما و شما اصول دین ما و شما چی است؟ بنی الاسلام علی 5. پیغمبر خدا میگوید اسلام ما و شما 5 پایه دارد. چی است؟ شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاة و آت الزکات و صوم رمضان و الحج من استطاع. 5 چیزی هست در اسلام ما و شما. همین است اصول دین ما و شما. این چی است اصول دین؟ یکم کلمه شهادت گفتن است، دوم 5 وقت نماز خواندن است، سوم زکات مال دادن است، چهارم روزه ماه رمضان داشتن است، پنجم حج در گردن شخصی که قوت حج داشته باشد. همین 5 چیز از ما و شما اگر ایجاد شود، برپا شود، این معنای او را دارد که ما و شما مسلمان کامل هستیم. یکی از این نباشد در مسلمانی ما و شما نقص است، خلل است. لکن برادر گفته است در اصول دین خواندم تولا و تبرع مقام 7.5 باشد تولا، مقام 8.5 باشد تبرع. یعنی عقیده خوب است. با دشمنای خدا دشمن بودن، با دوستان خدا دوست بودن. این عقیده باید در تمام مردم مسلمان ما و شما باشد. دشمن خدا را ما و شما دشمن بداریم. چگونه ای که امروز ما را مردم غرب بد میبیند، چگونه ای که امروز مردم مسلمان زیر پای این بدبختا مانده است که ما و شما را دشمن ما و شماست، ما و شما باید دشمن اونها باشیم. آخه ما هم اونها را باید بد بینیم. چگونه ای که ما را بد میبینند؟ چرا من دشمن خود دوست بدارم؟ چرا شخصی که خانه مرا زیر بمب قرار میدهد، چرا شخصی که با تمام تکنیک خانه مرا رشد میکند، کودک مرا نابود میکند، ما او را دوست بدارم؟ نه، دوستش نمیدارم. به خدا قسم تا قیامت ما دشمنی او هستیم و دائم حتی در نمازان دعا میکنم خداوند ریشه امریکا را کنده کنه که امروز دشمنی تمام مسلمان ما و شما شده است. دنیا را ناآرام کردگی است. تا اگر در دل ما و شما عقیده نباشد که ما دشمن خدا را دشمن نداریم، حلاوت ایمان ما و شما برده نمیتونیم، شیرینی ایمان ما و شما حس کردن نمیتونیم. شما دعای قنوت میخونید اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر نشکرک ولا نکفرک. اینجا چی میگن؟ و نخلع و نترک ما یفجرک. تو وعده داده استی و نخلع و نترک ما یفجرک. پروردگار من دشمنی تو را ریشه‌کن میکنم و نخلع و نترک، دشمنی تو را ترک میکنم. ما یفجرک، شخصی که دشمنی تو باشد. تو در دعای قنوت وعده میتی. از این خاطر تو هم باید دشمنی چی باشی؟ دشمنی همون یهود و دشمنی آن کسی که دشمنی مسلمان است، ما هم دشمنی او هستی. هیچگاه من دوستی البته شخصی نیستم که دشمنی قرآن باشد و دشمنی اسلام باشد. امروز شما چشمهاتون را گشاده کنین، اخبارها به طریق عیان شما را نشان دادیستند. دیروز اگر اخبارات همان تونی بلیر اگر گوش کرده باشید، سروزیر انگلیا را من گوش کردم به گوشی خودم. چی گفت؟ در نزد سعودیه گفت ما خطا کردیم، نفهمیدیم، فکر کردیم که در عراق کیمیاوی بوده است، لکن غلط شده است، نفهمیدیم.
تو نفهمیدی اینقدر مرد مسلمانی که در اونجا به هلاکت رسید، اینقدر خانه هایی که نابود شد، اینا چی میشوند؟ به نام خدای بخشنده مهربان و حبیب او محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، درود و به پایان بر شما ای واعظ راه اسلام و حاجی محترم. ما یک گروه جوانان به شما خواهش می نمایم که به این سوال ما روشنی اندازید. در ما عادت شده است که بعد از مرگ شخص 740 را می دهند. این خیلی خراجات بسیار ممکن است یا نه؟ ما قوم را می دانیم که از برای پنجشنبگی شیده نماز جماعی خفتن و پیشین را ترک می کنند و مسجد به ملا می ماند. التماس، یعنی معرکه هایی که هفته داریم، 40 داریم، سر سال داریم، اینا در اسلام همچنان نام گذاشتگی نیست. در اسلام ما و شما، من یک فتوای دارم به نام خلاصه که به نهایت فتوای با قوتی هست، فتوای مذهبی هست. باز همین فتوا در حواشیش مجموعه الفتوا گفتگی باز فتوای دارد. همون حضرت میگوید اگر کدام صدقه را که شما نام گذاشتین، مثل هفتش گفتین، سه بیگش گفتین، 40ش گفتین یا سالش گفتین، از ثوابش محروم میشین. شما نام نگذارید، بلکه اگر دستی شما میرسد خیر احسان هیچ کس راهش بستگی نیست. دستت میرسد مرحمت، لکن دستت نمیرسد. رسول اکرم گفت است لا اشتری شیئا لیس عندي ثمنه، نمیخرم چیزی مادامی که در جیب من پول نباشه. مقصد که من پول ندارم، قرض کرده خیر احسان نمیکنم، پنجشنبگی نمیکنم، سر سال نمیکنم، مادامی که قوت من نرسد. قوت شما نمیرسد خیر احسان کنین، در نزد خدا شما ثواب نمیگیرین، بلکه شما گناهکار میشین، زیرا حق فرزندای خودتان را چیکار کردین؟ پایمال کردین. از این خاطر اسلام ما و شما بدنام نکنین. اسلام ما و شما را مجبور نمیکند. همان خدایی که خالق همه شماست بر شما میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده ما از قوتش زیاد تکلیف نمیتون، قدر قوتش. خدا حال همه ما و شما را میداند. از این خاطر از حالمان، از همان کرپه‌ای که داریم، از او زیادتر پامان دراز نکنیم.